مثلا ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.